ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 13. به دخترم یگان گپ شدگی برین، چو به راستی گپ را نمی گویید، سیر پناه ندارید گویید تقا، باز روزم سیاه نشود تقا. مادری لطفیه لحظه آرام نگرفته از جای برخواستن نمی دانست به کدام طرفی حولی دود، عقلش بی جا سری کلابه کارش گم. شاهپور، های شاهپور. مهرنیسا پسرش را که در نزدش نشسته بود نمیدید، نامش را گرفته فریاد زد: آچه جان، من در همین جا در نزدتان، آچه جان. شاهپور از جایش بلند شد. نشنیدی تقا جان چی گفتن؟ در جایت میشینی، تو با فرصتی دلت نمی سوزد، خواهری بسیار داری. خیز گفتم خیز، وی عرابه شلق شلقت را براه انداز. همه صاحبی ماشین های جیپ و پیپ نیستند در جهان شده اند. توی و پدرت حالی هم همان نیکسی از دق یونس مانده را آچه و آته خوانده گشتید. برار سبیلیه سفیداب می رویم، تیزتر می رویم، تا خودم دختر من نبینم باور نمی کنم، دلم قرار نمی گیرد. دخترم می گویم، لطفیه هم می گویم. شاهپور به عقیده مادر عرابه شلق شلقش را از تگی نگس برآورد. در یک دم ندانست که آن چطور پوری آدم شد. تقایش همچون راه بلد در نشستگاه پیش در پهلوی او براحت جای گرفت. در نشستگاه پشتی وی آدم بارید. از همه اول کمپیری مادر کلان، مادری قبلگاه که در بالای جای خوابش به زور می جنبید، نبیره حکم خبرگیری می روم گفته گویا قنات برآورد. در پهلوی او مادری شاهپور و پدرش به زور جای یافتند. بعد مکنونکی اپش برای لطفیه شده دعای سنگ و باران به سر او ریخته بود. من هم لطفیه را با چشمانی خودم می بینم گویان بیناموسی کرده به ماشین در آمد. پشت ماشین تقیلینچ پور جاینی بغل به بغل شده بودند. بابای ازبک خواجه در پیش در پهلوی راننده، به شاهپور زور. او را روی نیکی به یکی از مسافرانی درونی ماشین گوید که سوار نشود. همه گوشت و ناخون ماشین را نیز زبان نبوده که گوید بارم وزنین شد. به راه برآمدند. وضع راه دیهه سفیداب که آن را مغمورود هم گوییم سهل نمی شود به همه معلوم. پستی و بلندی بیشتر، رو به بلندی به کوهتل هموار نی. در زمان شوروی هم آن را آنقدر هموار و منفرش نکرده بودند که مردم امروز بی آزار
ماشین هی کنند. البته سفیداب که آن را بالا آب و دهه های قطاری بعد آن را پایان آب هم می گویند، از شاه منصور آنها آنقدر دور نی، ولی راه بسیار ناهموار. از دهه تپه سمرقند رو به بلندی ها سر می شود. هر گونه ماشین هم که باشد محرکش می تفسد، آبش می جوشد. نیکسی شاهپور که قدم نرفته از راه می ماند تا تفسی محرک برآمدن به آن زود زود آب می ریختند. هر باری از ماشین می فرآمدند، آه و فغان مادری لطفیه به آسمان ماشین را دعای بد می کرد. از همراهانش بیزاری که بسیاری به آن چسبیدند بارش را وزنین کردند. یک لحظه از راه ماندن هم برایش ناگوار، وقت از دست می رود، دیر می شود. لطفیه‌اش آنجا در چه حال و وی هنوز در راه، مرگی همین راه و همین دهه سفیداب هم. به خاک روی سفیداب، نامش در گور سفیداب نی، سیاه آب بلا آب روزش را سیاه کرده است. کاش همین دهه نمی بود که دخترش به اینجا نمی آمد. به خاطرش زد که دهه مزار دارد، مزاری مغمورود. مردم به زیارتش می آیند. از گفتهش پشیمان توبه کردم. توبه دست به گریبانی کرتهش می برد. توصیف دهه سفیداب را بسیار شنیده است. آن در میان کوه، چنارهایش بی حساب 100 ساله ها عمر داشتند. شاخ و نوده هایشان تا به تیغه های بلندی کوه رسیده، آبش صاف و مصفا، شیر آسا. شاید برای همین هم آن را سفیداب نامیدند. آب از بلندی می فراید، یک تنه آدم بر این آب. تنه کوه را آب خورده کرده، پیراهه گشاده. از آن آدمان یک نیمه و یک پره شده به درون کوه در آمده می روند. صدای شرشره سحرانگیز، مردم افسون می شوند. لحظه های فراغت و راحت عصبها، لحظه های آسودگی جسم و جان. اگر بیماری با امید شفا قدم به اینجا نهاده، لحظه های خود را فارغ از درد و رنج حس می نماید. سفیدابی درون کوه، دهه خردکک، یک پنجه آدمی برین که دور از شهرها، از دهه های سیر احالی، دور از غلاغوله و دود و چنگ و غبار و از اختراعهای ضرر آوری انسانها. خوب شده که آن اینجا مانده. مثل قدیمه عرف و عادت، عنعنه‌ها، خویشی و تباری، خداگی و اندگی، مهمانی و مهمانداری، مهربانی به همدیگر. یک دنیای و آب و هوای تازه و بیغبارش مثل دارو. سفیداب گفته آدمان از کیم کجاها رو به آن می آرند، با مزارش زیارتگاه هم شده. بلی، سفیداب همین گونه دهه نایاب و به نظر مادری لطفیه مثل یک پاره ابر سیاه که بالای دلش افتاده، دست و پا خورده شده سوی آن می دود، غربت هم می کند. نیکسی شلقلقه با 1000 کوهتل و بلندی ها را بالا شده به سفیداب می رفت. طبع مسافرانش ناخوش، حالشان سوختن، پختن، خیالها ناجا. شاهپور ماشین هی می کرد و پیش نظرش فخری. همه این روسیاهی ها از پی پای وی خیسته، بی رحم، ناآدم، رزیل. جان و جگری وی خواهرش لطفیه را کشتن خواسته است. تنها نه، یک جایه با مونیسه. لطفیه صاحب دارد. این کوچک بچه فخری را می دارد، می زند
حلیلاب خورک می کند، چنان می زند دیگر به خود نمی آید. انا همین طور می کند. در سری مکنونه خواهر مهرنیسا فکری دیگر. خدا رویش را سرخ کند که به لطفیه یگان گپ نشود. گناهکار بچه‌ی بی عقلی و فخری با سوختن پاک نمی شود. پدری لطفیه را باشد یک گپی بابای ازبک خواجه به حیرت آورده است. اسفندیار که او را سرخور هم می گفتند کی؟ همین زیل جوانها هم بوده اند. وی سالهای سال در دانشکده صنعت و فرهنگ به شاگردان درس می گوید. این خیل فداکار جان نثار بودنی یگان نفری آنها را تصور نمی کند. کدامی آنها دیده و دانسته بهری از مرگ رهانیدنی کسی رو به مرگ می رود؟ در دل و خیال مادری لطفیه هم یک آرزوی و یک مطلب. خداوند راهی درازی سفیداب کوتاه شود که هر چیز زودتر روی او بروی دخترش زند. بابای ازبک خواجه هم در درون ماشین بی‌ضابطه. دردی او دیگر از نماز جمعه عقب می مانده است. برای همین هم چند بار به زبان حال آمد، از جیانش خواهش کرد حرکت ماشین را تیز آمد. از نماز جمعه عقب میمانم میگوید تقا. این طلب و خواهشی تقا به مادری لطفیه نفارید. از دختری من هم تقا جان نماز جمعه ضرور. ها جیان، عمری امروز و پگاه دارم. پایم بلبی گور رسیده است. توشه آخرت لازم. پگاه هیچ کدامی شماها به گورم نمی درآیید، دستگیرم نمی شوید. سؤال و جوابم را خودم می دهم. بعد همه می دانند. افسود بابای ازبک خواجه. تقایت در عمرش از یگان نماز جمعه عقب نمانده است. چی می شده است که به طفیل شماها از نماز جمعه مانم؟ تو ماشین را هی کن جیان، تیز. باز از شاهپور طلب کرد تقا. این خیل به عقیده مهرنیسا بیدیده و بیروگی های تقا یک دردی مادری لطفیه را 100 درد کرد. دیدی لطفیه جان، مادر نام دخترش را گرفته با درد و حسرتی زیاد با وی خیالاً هم گپ می شد. اکنون فهمیدی برای تو کی می سوزد؟ تقای و عمه، پدر، همه خبری بیکار. مادر می سوخته است، یک سوزنده. مهرنیسا از تقا که او را تقا جان هم می گوید گیلمند. برای او از جیان دختری مهرنیسا دیده نماز جمعه ضرور. نمی گوید که اگر خدا نشان ندهد به لطفیه یگان گپ شود، او را دیگر از کجا می یابی؟ نماز جمعه چی؟ هفته که گذشت باز جمعه. مادر لطفیه خود به خود با تقا در جنگ بود که آواز او بلند شد. شاهپور، آهای شاهپور. لبی تقا. به تو چی گفتم؟ نشنیدی؟ ماشین را همین جا منع کن. وقتی به کوچه های دیه در آمدن، بابای ازبک خواجه از شاهپور طلب داشت که ماشین را در نزد دروازه بلند که بینای مسجد بوده است نگاه دارد. چه کار می کنید تقا؟ می فرایم نماز می خوانم. شما که می فرایم می گویید ما کجا رویم؟ در این دیهی بی صاحب مانده کی را می شناسیم؟ با ستیزه پرسان شد مهرنیسا.
ها راست میگویی، به خاک پیری، قریب فراموش کردمی. بابای ازبک خواجه یک دروازه رنگ پریده آخری کوچه را که هر دو طبقهش به پشت باز بود به همراهانش نشان داد و افزود: انا همانجا خانه کمپیری صنم. روید، من که نمازهایم را خواندم برمیگردم. بابا از ماشین فرآمده رو به دروازه بلند به مسجد شد. شاهپور خواست که ماشین را در پس دروازه نگاه داشته صاحبان خانه را جیغ زند، اگر لازم آید بعد داخل حولی می شود. لیکن او هر قدر به درون حولی نظر انداخت کسی به چشمش نخورد. ماشین را به درون حی کرد. فرآمدند. مهرنیسا پایش را از ماشین به بیرون نهادن زمان: لطفیه جان، تو در کجایی لطفیه جان؟ آواز بلند کرد. سوی خانچه های قطار شتافت. در پسی دری دو خانه لفکه لفکه، پارچه پارچه قلف آویزان. آنها به نظر خانه های شیشت برین. خانچه های دیگر آشخانه، انجامخانه، کاهدان و هیزمخانه، آغیل و تکی یک بوریا برین نگس جای ریز راو. مهرنیسا دری خانچه های قلفدار را مشتباران کرد. خدا زند شما خاندارها را. دعایی بد کرده نزد همراهان برگشت که آنها به عقیده مادر مثل تیاقها در میان حولی حیران و سرگردان راست می ایستادند. این حولی خردکک همان پارچه زمین است که بابای اسدالله پس از ایجاب شدن محرم و صنم به آنها بخشیده بود و بعد این دو دل داده از شادی در کرتهایشان نغنجیده چون فراشترک ها لای بالای لای مانده بهر خود لانه ها ساخته بودند. این کلبچه ها در و دیوارهای حولی ناآباد بهر عاشقان آن زمان یک عالمی زیبایی و خوشبختی بودند. اما خاله مهرنیسا باور نداشت که آنها به خانه کمپیری صنم و فرزند وی اسفندیار یا سرخور آمدند. در خیالش که سهو کرده به حولی کدام یک کسی دیگر در آمده. به همش تقایش بابای ازبک خواجه گناهگار که خیشی و تباری را یک سو مانده نماز گفته آنها را در راه پرتافت. خدا زند همین خیل تقایه. می رویم. مهرنیسا در غضب شده بود. می رویم. این خانه کمپیری صنم پنم نیست. تقا گفت کو دخترم روی جا، احوالش وزنین. اگر همین خانه وی باشد لطفیه کنی. وی را به هیچ کجا برده نمی توانند. به خدا این خانه یگان کسی دیگر. می پرسیم. پرسیده خودمان خانه صنم را می یابی. مهرنیسا راهکی شدنی بود که در تگی دروازه یک زن پیدا شد. در چشمانش عینک، میانش کوزله، خم زده، قامت راست کرده نتوانسته، تکیه به عصا می ایستاد. باز دو سه پسر بچه 14-15 ساله همراهش. مهرنیسا هنوز فرصتی به زن گپ انداختن نیافته بود که ای مردم، شماها کیستید که به خانه بی آدم در آمدید؟ چی کارگر هستید؟ زن با دوغ و پوپیسه و ولوله از مهرنیسا و همراهانش پرسان شد. کار افتاد هستیم خاله، پاد کی سوخت به لب آب می دوی.
پرسشی ناجای زن به مکنونه نفارید. پام سوخت گفته همه اتان به خانه همین یک بیوه می دمید. دنیا پوری همین خیل بیوه های علم و عملگر. دهان زن گرم شده پیشتری حاضران آمد. می خواهید تاریخی همین بیوه را به شما گویم که بعد کی بودن او را فهمی؟ من اکنون گوش کنید که من چی می گویم. نام من گلریز، در 4 دروازه بخارا معلوم هستم. آوازش پستر شده دوام نمود. همین زن، همین بیوه جادوگر دختندری خودم. مادرش خدا در گور چخت ماند، کنداش پلانجم بود. یک عمر از دست اینها روز ندارمی. باور کنید روز ندارم. خاله مکنونه به شنیدن دوامی سخنان او طاقت نکرده جلوی گپ را از اختیار او به خود گرفت. با ستیزه باز خاله گفته افسود. گفتیم که پای کس سوزد به لب آب می دود. گفتهش را تکرار نمود. پای ما سوخته است، دختر ما نمی کابیم. شنیدیم وی در سفیداب در خانه کمپیری سنم، نامی بچهش اسفندیار. ایها، همین گپ ها را بر وقتتر گوید نمی شود. من خیال کردم که شماها پیش این بیوه برای فالبینی، خنوکی و گرمی کردن آمدید. دخترمان را می کابیم گوید. رنگ و نمود زن که خود را گلریز گفته بود تأخیر یافت. ها خاله جان، دختر ما می کابیم. دختری من مادرش. شما وی را دیدید؟ می دانید؟ مهرنیسا به زن نزدیکتر شد. می دانم خواهر، از همه چی با خبرم. چی گویم به شما؟ گویید خاله جان، تیزتر گویید. می گویم، همه گپ را می گویم. گویید خاله جان، تیزتر گویید. گپ را کشال داده ایستادن گلریز به مهرنیسا نفارید که بی‌دردانه سخن می گفت. یک چی گویم دوام نمود. به همین خانه آوردن دختری شما را همین بچه ها. او به بچه های همراهش اشاره کرده ادامه نمود. دیده بودند. نو حاضر هم در شعبه میلیسیا شهادت دادند. دیدند که سرخور خرش را پیش انداز کرده خانهشان می آمده است. باری خرش هیزم، در بالای درزه های هیزم بجان بوده یا بی جان یک دختر. خیریت که همین ها دیدند، وگرنه دختر چنان گم و بینام و نشان شده می رفت که آب به آبش نمی برآمد. همین حالا هم دختر در کجا؟ نه او را می یابند و نه سرخور را. به من رحمت گویید که همین شب خواب را ندیده، چشمی روز نکفیده، بچه ها را همراه هم گرفته خودم را به در اداره میلیسه ها زدم. مسئله را همین طور نماندم، همه را به پا خیزاندم. پیش درا شده آنها را به همین خانه بیوه آوردم. ولی از سرخور و دختر نه پی بود و نه حیدر. همین قدری که ملیسه های بیچاره خودشان را 4 دران کرده از صنم رو سیاه می پرسیدند که کنی بچهش، کنی دختر. وی خپ، گنگ و کر، چقدر مشت و قنداقی افتمت خورد، سنگی مزار، دم به درون، 32 دندان سفید نمی کرد. ملیسه های خدا زده قریب من تهمت چی برآوردند. بعد عقلشان رسید که خانه بیوه را سوزن کاب کردند. یگان ترقیش و سوراخی نماند. خیریت از کدام تگی یک بریا، زر و زیور، تلاواری های دختر را یافتند. بعد روزی سیاهی بیوه سنم سر شد. همهش به دلم شد.
وی را زده زده به دستانش اشکیل انداخته پیش انداز کرده بردند. قایل نشد، بیورا کشاله کرده ریان بردند. سود می شود، سودی کلان. انا همین خیل محترم صاحبان دختر، اکنون گویید که گلریز خدمت کرده است یا نه؟ خدمت کرده است. آوازها بلند. مکافاتم؟ ما قرضدار جانمان از آن شما. مرگی جانتان بیزارم از جان شماها. ماشینتان را میگیرم. صدقه سرتان. آواز شاهپور شنیده شد. با این خلاص نمی شوید. همه کارها از روی قانون می شود. می پرسند، می سنجند، در دفتر می نویسند. شماها همه اتان دعواگر شاهد می شوید. همه اتان را همین حاضر خودم پیش انداز کرده ملیس خانه می برم. خیزید. ما هیچ کجا نمی رویم. پدری لطفیه مردی سال خورده زندگی دیده به سخنهای زن گوش داده به خلاصه ای آمد که طلب او را رد نمود. نمی روید؟ مرا در این جنجال تنها می گذارید؟ من برای کی از شب باز سوخته پخته می دوم؟ برای خودم؟ دختری شما به من کی می شود؟ لیکن دلم برایش سوخت، جگرهایم پاره گشت. من همین خیل آدم، من گلریز، حالا با صابونی من جامه نشسته اید. در خوبی من خوب، در گندگی آچه زار آدم در چشمش نشان می دهم. کنی خیزید؟ گلریز به عقیده خودش آتش قهر و غضبش را به سری گبناگیرها می ریخت، از آنها طلب داشت. ما به هیچ کجا نمی رویم. گبناگیرها همه یک جایه آواز برآوردند. گلریز آتشین تر شد. در جواب به ناسپاسها چی گفتنش را ندانسته زبان می خایید. در جایی ایست سمک می زد و رو به دروازه آورده آن را مشتباران می کرد. به ناگاه در سری یک میخی تنه دروازه قلف آویزان دیده چی فکری به خیالش زد که هوشش به جا آمد. راه حل مشکلش را یافت. به قلف چنگ انداخت. من به شماها لالا پیپی کرده نمیشینم. گپم را که نگرفتید سزایتان. من دست به صندوق سینه گذاشته. من انا همین من گلریز دوام نمود. فرمان می دهم که تا من برگشتن از جایتان نمی خیزید، نمی جنبید، می روم ملیسه می بیارم. انا بعد 4 پا شده به ملیسه خانه می دوید. من رفتم. گلریز از دروازه برآمده هر دو طبقه آن را پوشید، به دروازه قلف انداخت. گبناگیرها در درون حولی ماندند. ندانستند، نفهمیدند که یک زن که خودش را گلریز نامید و گفت که حالا با صابونی وی جامه نشستند، در یک دم آنها را به چی بلای گرفتار کرد. در دیهه مردم در حولی یک آدمی بیگانه محکم شدند. زن راست می گفته که آنها با صابونی وی جامه نشسته بودند. همه محومات کرخت به هم دیگر چی گفتنشان را نمی دانستند. گویا همه به حبس گرفته شده بودند. شما گفتاری 13 رو از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجامقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.